برای گفتگو در این باره حمیدرضا عزیزی کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان با ماست. آقای عزیزی، در کنار آنچه که خبرهای غزه هست و یک آتش بسی که اونجا صورت گرفته، این خبر از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آیا نشون میده که منطقه روی آرامش رو داره کم کم میبینه؟ نمیشه با قاطعیت از این موضوع صحبت کرد، به خصوص با توجه به اینکه هم تحلیلگران و هم به نظر میرسه که مقامات در چه ایران و چه در دیگر کشورهای منطقه نگران هستند که در واقع آتش‌بسی که در غزه برقرار میشه بتونه مقدمه یا درگیری در سایر جبهه‌ها باشه. این چیزی بود که مثلا آقای ولایتی بهش اشاره کرد و حالا هشتگی رو استفاده کرده بود، عراق و یمن و لبنان رو نام برده بود. من فکر می‌کنم که صحبتی که آقای پوتین کرده رو بیشتر باید در چارچوب تلاش روسیه برای بازتعریف نقش خودش در منطقه خاورمیانه در پرتو این تحولاتی که داره اتفاق میفته در نظر گرفت، به این خاطر که اگر که ما نگاه بکنیم روسیه بازیگر مهمی بود که از همون ابتدا در چارچوب مذاکرات صلح غزه و الان هم در توافقی که حاصل شده کنار گذاشته شده بود و روسیه از این طریق به نظر من میخواد این پیام رو بده که حالا ممکن هست که در غزه نقشی رو بهش نداده باشن، اما با توجه به رابطه‌ای که با ایران داره و همینطور تلاشی که برای ایجاد توازن در روابط با ایران و اسرائیل داره، تنها بازیگر میتونه باشه شاید که در اون جبهه بتونه آرامش رو برقرار بکنه. لذا این عامل مهمی است که باید بهش توجه داشته باشیم. آیا میتونه نقطه اتکای ایران باشه در این شرایط در این شرایط منطقه روسیه رو میگم؟ من به نظرم اتفاقا پیامی که آقای پوتین داره میده نوعی پیام احتیاط به تهران هم هست. یعنی دو جور میشه این رو تفسیر کرد. از یک طرف به خصوص با توجه به حمایت‌های دیپلماتیک روسیه مخصوصا در موضوع اسنپبک که میشه گفت بی سابقه بود، لحن بیانیه‌ها و سندهایی که ارائه کرد روسیه در رد حقوقی موضوع اسنپبک، و از طرف دیگه ما اگه توجه داشته باشیم بحث مثلا گزارش مربوط به خرید 48 فروند سوخوی 35 که افشا شد در مطبوعات. حالا من این احتمال رو بیشتر میدونم که در واقع روسیه داره این پیام رو به ایران میده که ما با طرف اسرائیلی هم در تماس هستیم و طرف اسرائیلی نمیخواد جنگ بکنه. شما حمایت ما رو تفسیر به چک سفید نکنید که بخواید در مقابل اسرائیل روی ما حساب بکنید و یک دور دیگه از تنش رو شما بخواید آغازگرش باشید. لذا به نظر من باز همونجور که گفتم در چارچوب سیاست موازنه بخشی و تلاش برای یک در واقع تنظیم اوضاع بر محور منافع روسیه این صحبت ها رو باید تفسیر کرد. در حد 1 دقیقه فرصت داریم آقای عزیزی، میخوام به سیاست خارجی اسرائیل هم بپردازیم. چطور داره این توازن رو برقرار میکنه بین دو رقیب، بین آمریکا و روسیه؟ خب ما مهمترین نمود این موضوع رو مثلا در سوریه داریم میبینیم، جایی که به هر حال بعد از سقوط اسد هم دولت جدید سوریه یواش یواش به این نتیجه رسید که نیاز داره که روسیه رو در کنار خودش داشته باشه و روسیه هم داره از همین اهرم استفاده میکنه. یعنی نوع روابطی که با بازیگران مختلف در منطقه داره اونها رو ناچار میکنه از کار کردن با خودش. به نظر من در موضوع اسرائیل هم این بحث ناگزیری است. یعنی میدونه که در موضوع ایران به هر حال روسیه نفوذ داره، در سوریه نفوذ داره و فکر میکنم این درک در طرف آمریکایی هم وجود داره که به هر حال باید تا حدی این فضای مانور رو برای روسیه در روابطش با اسرائیل پذیرفت تا اون منفعت بزرگتر که حالا به هر حال مثلا محدود کردن ایران در برخی جبهه‌ها یا برقراری ثبات در جبهه‌های دیگه باشه تامین بشه. حمیدرضا عزیزی کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان با ما.